بچه ها نزدیک نشوید. چی شد جورا جون؟ ببینید من فکرم در ماشینش مادهی ترکنده است. اقفا بچه ها گریختیم. سردارم در ماشینش بمب است. و زمین جین زند. بچه ها خوب هستید؟ خوبیم. ممدو جورا جون ممدو خوب هستی؟ جورا جان چه حال داری؟ جورا جان خوب هستی؟ ای خدا بچه ها چه حال داری؟ خوبیم. بچه شد همش خوب شد. خوب هستید؟ همش گذشت. گریه نکنه جا نکنیم همش خوب شد. بس آروم شدید. کسی ضرر ندیده است؟ خوشبختانه خوبم سردارم. نمیدانم به شما چی گویم. حیاتی من و همسر و فرزندهایم را نجات دادید. تشکر. ما وظیفه همون اجرا کردیم. شکر که کسی ضرر ندیده است. معلوم می شود که چاکان خودش زیر چاه شد. بمب در دست خودش کفید. سزایش همین. چرا اینقدر وحشی میگردد که چنین بی‌رحم می شود؟ عقلم نمیگیرد. در این دیار چنین کارها نبود. این به خاطری چی؟ کیا میکنند؟ قاچاقبران آرامی را میخواهند. آنهایی که از خون و ظلمت سیر نمیشوند. انسانگری و محبت را فراموش کردند. آنهایی که به همه کارهای حرام دست میزنند. مقال خلقی است. اجل سگ که رسید در دیوار مسجد میشاشد. نمیدانند که این دیار گذشتگان نجیب داشته است. این دیار است که افلاسی را از خاکش تازه کرده میپرتاید. یک طرح کشیده است. در هر لحظه مساعد آنها میخواهند که سر بردارند. نفرانی هستند که میخواهند در سرمایهشون سرمایه و در اعتبارشون اعتبار جمع کنند. مثل همین لکتکی که حاضر جان داد. این فیلمنامه همیشه نوشته شده است. یکی میمرد و به جای او دیگری پیدا میشود. شکر که آنها موفق نشدند و هرگز موفق نخواهند شد. فدایی چرا موفق نشد؟ با فکرم از بیهنریش. بعدا ما هم زود خبردار شدیم. برای همین موفق نشد. آقای ماریوش مؤید این حادثه چی میگوید؟ بسیار سخنها دارم. میدانم که این حادثه به دشمنی نسبت یهودی و یا واقعه ای فرخ از دست این کار نآمد. همه این نقشه ها را برباد دادی. کبوتر فرخ کجا شو را یاب؟ در راه سردار حاضر میرسد. کلی اینجا بیاید بینم کلی چی افسانه میبافد. از پدر و پدر بزرگم میراثی دوستداری همین دیار مانده است. زبان، دین و آیین چیزی که نباشد. این دیار سالهای زیاد نمونه است برای جهانیان بهر عبرت در مسائل متحدی. من فخر میکنم که شرمندگی را بین. احمق فخر میکرده است. در حضور شما قواهای امنیتی را یک بار دیگر تشکر میگویم. باز یک بار دیگر مطمئنم که باید میمرد. این آدم باید میمرد. دیگر چنین فرصتی مناسب نمیشود. رفیقان، در آخر همین را گفتنیم که اگر این جنایت به وقوع می آمد
برای وطنمان فلاکت وزنی رخ میداد. میدانید که حاضر بحثمون چی میشود؟ اینها وطن را دوست نمیدارند، دموکراتیا را نمیخواهند، خلق را حقیر میدانند. اما آنها هم میدانند که با این اعمالشان غنیمت زیادی به دست میارند. محک اساسی منطقه همین جاست. مردمش تازه و قلبهایشان صاف است. آنها به مثل کنه خود را جا کردند و خون وطن را میمکند. اگر تا این تخم کنه را از بین نبریم این اعمالشان دوام خواهد یافت. حجت شهر دادن هم نیست، همه چی آشکار است. ما چقدر جنگ داخلی کنیم آنها همان قدر براحتند. رفیق سردار، همین قدر بس. بازپرسی ها تا آخر دوام میکند. تشکر. شما هم تشکر. شما سخنرانی سردار شعبه امنیت نجیب یلمز را شنیدید. حاضر باشد به استودیوی مرکزی برمیگردیم. تشکر رانا. بله آقای هلدون، شما این حادثه رو چخل شرح میدهید؟ جای شهر دادن نیست. همه چیز به مثل روز روشن است. از موفقیت پلیس حرف میزنند. کدام موفقیت؟ پیش روی سوی قصد رو گرفتند. اما کسی نمیگوید که برای چی این سوی قصد به نقشه گرفته شده است. کسی نمیگوید که برای چی و کی سبب شد که قصد کشتنی هموطنی یهودیمان کردند. امنیت گویا کسی را که سوی قصد داشت دستگیر کرد و با همین کارش را انجام داد. هیچ عقلم نمیگیرد که چرا بمب در ماشین سوی قصد چی کفید. با فکر شما؟ البته این بعد از سخنرانی سروزیر صورت گرفت. روی راست بعضی از هموطنهایمان را در خطر گذاشت. در کشور بدبینی یهودی ها را به پا خیزاند. همه هر جای غوغا میبردارند. امنیت وطن را زیر خطر گذاشتند. کسی پسی پرده بهانه پنهان نشود. امنیت هم. بعضی از سیاستمداران خارجی نیز سخنرانی سروزیر رو خوب نمی‌حسابند. اما این برای برگزاری انتخابات است. فتح دواس گفته وسوسه انداختند. حاضر صندوق بین المللی پول در حرکت است. با این رفتار دولت رانی قصابخانه را اداره کرده نمی شود. از آینده دیار نگرانم. کوشش های 100 ساله ها در یک از حد گذران آدم را از مرگ نجادی هم باز گناهکارت میکنند. میخواهم زدن تلویزیون را میده کنم. گناه تلویزیون چیست که تو را زده شکستنی هستی؟ گریسته فریب میکنند. همه را بین هم میشورانند. اعتبار کشور را دوتین میکنند. بس بودگی سفسطه فروشی از برای خدا. بس بودگی جورا جون یکی دارم شد دولت است. جورا جون ایسان کمی راحت میکند. اما مجبور نمشو گرفتم. گران افتید. رفته تلویزیون خودت را پرتو. با مال مردم چیکار داری؟ از تجربه خودم میگویم. از تجربه خودم. سردارم اجازه دهید پرتویم. یک تلویزیون نوی دیگر میگیرم. والله سر دهید اجازه دهید پرتویم. مالش من سخنم رو گفتم. مادامی که شکستنی هستی پس تلویزیون نو میخری. اندازه 100 پلازما. قبل مرد یک. مالش فهمیدم. من شاهدم سردارم. ما هم شاهدم. شاهدم سردار. نه نمیپرتویم. چی شد جورا جان؟ میپرتویم گفتی اندازه 107. راستی پرتافتن آسان، حتی نوش را هم میخرم، لیکن همین مبلغ باغچه فاتح کمی مشکل شده است. انا همین خیل. در این وقت جوان مرد هم بودجه دارد شیر بچه هم. در جایش ماند. مرحمت آقای فرخ. ژنده پشت کارا کردن نتوانست. نو انگشتا در غضب است. کبوتر یکی از نفرهایمان پاره پاره شد. مگر من هم به غضب نآیم؟
آقا در این کار ما عیبی نداریم. تماما عیبی ما نیست. بهانه شنیدن نمیخواهم. این کار باید میشد. فرخ. آخر سردار جزای این ناعهده برایت را جبران میکنی. همه مالهایت را از دستت میگیرم. جناب کمی ترحم کنید. فرخ تو را از کوچه یافتم. نان و آب دادم، کلان کردم. از پشت تو همه تشکیلات در خطر است. میدونی که از جهت مادی چقدر به من ضرر رساندی. اینقدر کاغذهایم بیهوده رفت. و همه اینها تماشابین شوم مگر؟ سردار کلش کمال به پلیس خبر داده است. این عیبی کیست؟ با زیر دستانت سخنت نمیگذرد. این ضعیفی توست. اکنون چی چیزی که داری از آنی من است. حتی سری در بالای کتفت بوده هم. شما نفهمیدید سردار. کلش کمال نقشه های ما را برباد داد. با شما بر این کارمندانی که با سخنهایشان صادقند کار کردن ذوق دارد، هرچند که زمانی دشوار است. با تو حساب من برابر نشده است کلیشی احمق. کسی که به بالا توف میکند البته بر روی خودش میافتد. یک روز در آتش خودت خواهی سوخت. مرا عادت همین است سرکمی سریگید. سوخته باز از خاکستر تولد میشوم. هم میسوزم هم میسوزانم. کاغذ کفالت را گرفتی؟ اکنون دفع شو. اما فراموش نکن که در کمترین جنایت مهمان دائمی ما میشوی. های سردار، در این دنیا همه امان مهمانیم. راست گفتی. اما میپرسن که با صاحب خانه رابطه چگونه بود؟ گم شو. برای استراحت روزی خوب است. مزه آزادی را چشیدن چی گوارا است. شما اینجا کاغذ ها را تگرو کردن گیرید. در دیوارهای محبس با توفنچه نامت را نویسم کالان. بیچاره پلیسک ها، وای بر حال شما. آزادی، من آزادم. کارش رو بینه مجبور میکند که رو داشت نمده. اینقدر بی‌حیا و خودپسند. صبر کن دستم. نوبت سرودخانه ما هم میرسد. لیکن وی آن وقت در مردخان نخواهد بود. انشالله جورا جان، انشالله. رفتیم. زبانت خیلی دراز شده است. فکر نکن که زبانت از خودت است. آن را بریده به نزد سگ‌ها میپرتایم تا تمام شدن کارها تو را نبینم. اجازت دهید و یک امکانیت دیگر دهید. مرحمت میتواند برایت. با اجازت شما سردار. آقای فرخ، نو انگشته از قهر چنین گفت. پروا نکنید، همین که قهرش پس شد باز مثل پیشتر میگردد. کلش بی‌ناموس، کلش خائن، تا او را نکشم آرام نمیشوم. کجاست این پلید؟ اگر با پلیس ها گفته باشد پس در آزادی است. میابمش، حتما میابم. حسابم را با او برابر میکنم. من باید کاری خیری را ببینم، باز او هم مانع کار نشود، مبادا با پلیس خبر ندهد. شد، تو رفته این کار را حل کن. از کلش که خبر یافتی با من بگو.
چند وقت شد که از لوبیا پلاوگویی زبانم موی برآورد. حاضر اپاتان با لوبیا پلاوی بهترین شکم ما را سر میکند. اوه سردارم، من هم با مثل گرسنه ماندم. من هم جورا جان. رعنای ملیکه هم اینجاست. ملیکه؟ بله، چه زیباست. خدا چی که داده باشد نوش جان میکنیم. راه گردید. لوبیا میخوریم. السلام علیکم. اهل بیت. چخیر شما نوربانو سلطان؟ آقا الپرین شما چخیر؟ سلام شما دیگید. آفرین. میبینم که تو را تنها نمیگذارن. بله تنها نمیگذاریم. البته تنها نمیگذاریم. حالا به ما لازم است. انسان به انسان لازم است. جسارت نباشد نمیشود. تو چه حال داری ممدوک؟ خوبم رعناک خانم، خوبم. خبرهای فرهنگی چه خیلی است؟ خوب. امروزها روزهای فرهنگی است. اوه افا جان چه حال داره؟ خوش آمدید. مرحمت گذارید. من خوراک رو میارم. قربانو تو نزدی من میارم. بیا. الپرین تو چه خیلیه؟ خوبم اکای ممدوک. خوریشی دوست داشته من سردارم چی؟ ملکه تو در میانمان آدمی نه. یک چیز رو باید بدانی. دادا باز همون چیزها رو نقل میکنید؟ البته دخترم. ایست دخترم ما نقل نکنم. گپ زن. ماده اولی نجیبیزم. لوبیا شوربا رو از چکش جدا نمیکنیم و حتی پیشنهاد نمیکنیم. بسیار خوب. مرحمت. با اشتهای تام. نوش جان. این چیز؟ سردارم آب از خورد و نان از کلان. کنی مرحمت کنید. زنک لوبیا پلاوی میدانسته من دیگر است. این چیست این؟ نام این خوراک لازانیا. لازانیا خودش چی؟ محل در طرابزون. مکرونی عادی در تفدون میپزند. ملیکه پخته است. سردارم لازانیا خوراک کارادنیز است و یکی از خوراک‌های لذیذترین میباشد. لازانیا این یک نوع خوراک ایتالیایی است. هرچی هم باشد میخوریم. به این هم مثل گرسنه نمیخوریم. میخوریم. یک مزهش رو چشید بعد انگشتانتان رو میلیسید. دیگر هم چی علاج؟ در خانه تبادلات شده است. نقشه ما با فکرم با بهار دیگر ماند. کلش کمال خورسندم که آزادی. تشکر فیفی. آنها نمیدانند که روبا هم و زودتای همه کار میبرایم. حاضر تو استراحت میخواهی؟ از محبس برآمدم. استراحت میخواهم. البته التفاتت را میپذیرم. پروا نکن. بسیار کسان آمدنت را انتظارند. مرحمت گذر. طاقتم طاق شد. مرحمت جناب. با خدا خودم را بی سلاح چون کودکی بی بازیچه حس میکنم. در آنجا شما را عذاب ندادند جناب؟ چه؟ کی غیرت دارد که مرا عذاب بگیرد؟ مرا کلش میگویند. با خدا پاره‌اش میکنم. روید شما هم استراحت بکنید. خوب شده است جناب. زاغ بدام افتید. زود می آیم فیفی. برای شکستن قفس و پرکندن آن زاغ می آیم. چیزی را آشکار نکنید. حاضر است هیچ چیز
خبر ندارد. تیار شوید میرویم. کجا میرویم؟ به شکار میبراییم. به شکار خوک میرویم. به هیچ کس رحم په نشود. جورا جان این چی خودش؟ خیر چی خیل شده است؟ به شما معقول شد؟ خیلی بامزه است. دستت درد رو نبیند. ملیکه به من هم یاد ده. برای کودک ها دیگرگونی می شود. اولی جناب بچه اولی جناب. اکای نجیب به شما معقول شد؟ میگویم که کمی دیگر خیلتر شاهانه والله با من هم معقول شده. جورا جان بابایم دایما میگفت که علفی رو که بوز نداند یا سرش رو به درد میارد یا دندانش رو میشکند. جورا جان من در 4 سالگیم صابون‌های جاموشویی رو خورده بودم. مزه‌اش از این بهتر بود. نپرس دوستم، روغنشم به مثل روغن ماشین. بله. شما در اونجا چی اینقدر میش دارید؟ میگویم که در حیاتم چنین کازانیای بامزه نخوردم. تعریف دارم. در دهان آدم آب میشم. لازانیا. لازانیا. زنک نباشد بایگید کمی دیگر گذارید باز چشم نکند مادامی که اینقدر میخواهد. من میگذارم. مادامی که فرید است خورد بسیاری. وای اشتیایی تو. باش شود. سردار شما مرا کشتنید. حیف آرد، حیف روغن. کشکی که راست هم اینجا می بود. راست میگوید اپا. اپای حلیمه هم اینجا می بود. اگر خوراکت را خورده تمام کرده باشه راست به اتاقت. دیر نشده درسایت را تیار کن. مایلش داده. من چای را بیارم. در 40 سال یک جای نشسته ایم. با شیرینی صحبت را شیرین کنیم. خیریت آمدی. آفرین دستت وزنین بوده است. آیسته تر خانم. آیونم آیسته. ببخشید دست کمی وزنین است.
خیری کجاستی؟ خیری پنهان باشی به بیرون برا. خیری تو در همین جایی. خیری تو در همین جایی. این کبوتر حتما دام گذاشته است. خیری داد نزن. انا آمدم. تنها آمدی؟ گوش کن. فکری بازی کردن رو هرگز مکن. فرخ مرا فروخت. لیکن تو دیگر هستی. فکر میکنم نمیفروشی. البته تا امروز کسی را نفروختم. پول و شناسنامه خواسته را آوردم. این بچه های تو از عهده کار نمی برایند. از دستشان تنها همین کار می آید. فروختن ما را جبران باید کنی کلش. آقای فرخ، هر کار حسابی دارد. خیلی حساب من برابر شد. لیکن تو توپ رو به دروازه خودت زدی. داور هم هشتک کشید. اکنون وقتهای ایلاوگی را استفاده میبریم. سخنی آخران داری؟ چند سال قبل وقتی تجارت سلاح از تو نصیحتی شنیده بودم. میخواهی به تو بگویم؟ چی بوده است؟ با گرگان آشنایی کن، اما تبرد را هرگز نپرتا. چندین سال آشنایی داشتیم فرخ. مرا تا حال نشناختی مگر؟ من به تابوت هم بی سلاح نمی درایم. میدانستم که به مثل تو موش‌های پیدا شدنشان ممکن است. مرحمت، شما روید. به کجا می روید یک بینی؟ نزدیک نشو. نزدیک نشو. میپرانم. شد. فرمودم رو ده ما میروم. یک طرف است کبوتر، باز مغزی تو را پاش ندهم. چیزی خواسته در همین سونکه. ای خدا. خدا شگفت. باز با من دام انداختید. با نام کبوتر. سرده سلاحت را پرتا افلاس حرام. سرده میگویم. یک طرف است کبوتر، یک طرف. زودتر جناب کلش را نجات دادن در کار. زودتر سلاحت را پرتا گفتم. هرچی بود احمق. قریب مرا میزدی. سرده گفتم. همه تا رو میکشم. حساب این رو همه تا میده. نامرد گریخت. میرویم. جناب با شما چی شد؟ زخمی شدید؟ از پسم زدن. درد میکنه. مرحمت. در رو کشم. رفتیم. آقای فرخ گریختند. مانید رود. از یک ماه زیاد نمیزید. آقای فرخ، همه مشتری ها گریختند. آبروی ام رو ریزاندی. گپی بیهوده مگو. گویا که آبرو داشته باشی. اطراف چی فکر میکند؟ کی بودنت را همه میداند. گپ بین خودمون جره جان. گویا که در شکمم سنگ باشد. شب بخیر سردارم. شب بخیر بچه. شب بخیر. ملیکه دخترم باز بیا. انشالله. افسوس که فرصت نشد، وگرنه به شما چای سیبی تیار میکردم. نه لازم نیست. نه ما غذای لذیذ ملیکه پخته را خوردیم. مراتب دیگر با لوبیا پلاو مرحمت کنید. التفاتی ما با شما میشه.
موکو بیموشی جوراجان تو دخترهارو میبری مالش من کاری آجیل دارم رفتم در کار شب بخیر چه علاج دخترها سوار شوید شب بخیر شب بخیر شبتون بخیر شب بخیر اوه خیریت که یک بار به فلاکت گذشت شکر صد شکر اوچه اپای ملیکه اینقدر زیبا بوده است به خدا که زیبا ستاره‌اش گرم به هنر در این وقت این خیلش رو نمیابی سرهنر بودنش بحث نمی شود بلکه قسمت آخرش بحث می شود توبه درو کسی به تو معقول نمی شود درو بیا گذر درون گذر مرم از سلطانم در رو کشویم شاید شما سخنهای خودتون رو دارید قهوه نوشیدن میخواهی؟ حاضر؟ خودت میپذی؟ البته نه لازم نیست نه خود که معقولت نشد از وطن که دور بودم خوراکای ملی رو فراموش کردم یعنی نمیایی؟ نه باید روم میخواهم تا خانه دویده روم با همین طرز خوراک هم حل میشود وای یکون چیز گفتنی بودی؟ این ملکه فرخ نیست؟ اینها خیلی صمیمی‌اند دختر رو نگر قریب که با دهان یکیت می‌دراید پگاه اگر وقتت می بود شاید قهوه می نوشیدیم تو نمیخواهی؟ چی خیل؟ یعنی یکون چیزی گفتن نمیخواهی؟ نه پگاه قهوه می نوشیم البته اگر خواهی میشود چرا نمیشود؟ من برای گرفتن فاتح میروم و بعد در یکونجا میشینیم خب؟ مایلش شب بخیر شب بخیر انا اکنون وقتی قصاصگیری فرخ و کبوتر رسید بله ایگید در دست بمب گرفته گشتن خیلی خطرناک است کیست آنجا؟ شکر که بمب در دستش کفید و یا شاید نفری آن را به آنجا گذاشته بود تو چی هم بگویی؟ بردار دستانت را بردار آرام شو من دوستی تو هم سلاحت را فرار خاموش است چه خیل دوست بردار دستانت را میگویم بردار تا ببینم بیا بسیار خوب اگر سلاحت را فراری دوست بودنمون معلوم می شود مرحبا جونکم تشکر من هم آمده خودم رو در اینجا جوخ کردم از آقای سوها شهر می دارم خواطر نشو پدرم در انقره هستند یک روز پس می آیند خدایا توبه در این ساعت کی باشد شاید یگید شاید ممدوک باشد دیگر چیز نمیخواد خواهیم خیری موش بچه
تو در اینجا چی گم کردی؟ مغازه ها محکم بود. فکر کردم که از اینجا چرمز میوبم. گذر راه گرد بدرون راه گرد گفتم. خیری دیوانگی نکن. حتما دستگیر میگردی. سلاحت رو پرتو. من هم از ذوق زیاد نآمدم. تو رو دوست هم نمیدارم، لیکن چاره آخرینم تویی. رانو کی آمد؟ یگید؟ نه یگید نبوده است. یک شناسی دیرین هم. اکنون سلاحت را پرت و گپ زنیم. گپ زن. چی میخواهی؟ ها؟ از من چی میخواهی؟ خودت را کامل میپنداری. در اصل نامکملی. دیر باز تو را میآموزم. جوانی، شیردیلی، از همه مهم جسوری، اما تنهایی. مگر تو نمیدانی که شیرها تنها میگردند؟ کنی گپ زن؟ تنها بودن چی بدی دارد؟ آنقدر بد نیست. فقط همین را میگویم که هرگاه که آنها خواستند تو را کشته به اخلاق تو دم پرتویند. پس چرا تا امروز نکشتند؟ ممکن حالا فرما نشده است. این را آیا فکر کردی؟ به هر حال برای هر دویمان خوب است. باید گویم که فرصت را از دست نده. فرصت زیستن را. گپ زن زودتر. اینقدر به مانند سوداگران گپ فروشی مکن. بگو از من چی میخواهی؟ حالا در اولی راهی. برای تو امتیازی رفتن تا به آخری راه را میدیم. تو را قهرمان حقیقی کرده میتوانم. شما کی هستید؟ یکی از دوستداران وطن. راگرد. رانو چی شد؟ بزر. نترس ملیکا. این احمق گویا که بازی دارد. خاموش شو رانو. حاضر به سرت میپرونم بازی رو میبینی. خواهین چی شد؟ با اون آدم هایی که امید بسته بود دستی روی گرداندن. تو رو مثل پولی مایده استفاده بردند، فهمیدی؟ همش از پشت فرخ دوستاری او. نامرد مرا فروخت. اوف. خدا تو باز از کجا پیدا شدی؟ ها خیری؟ تیریدهی دو کس را زخمی میکند. نجوم بید. با خدا میپرانم. هر جاتون رو میکشم. تو از جای نجوم. تو خودت را باز بروس لی گمان کرده کراته هم میکنی ها؟ اوه وای گردنم. نجوم بید. باید دیگر نزدیکی سید. ملیکا این چه ضربه بود؟ این رو تو از کجا یاد گرفتی؟ کوچه های امریکا خطرناک. بین خود نلقید. با خودو میپرونم. خب لیکن به من چی؟ ها؟ همه این به من چه دخل دارد؟ هر دوی ما خوب میدونیم که گفته هایم را قبول داری. در این پرونده چیست میدونی؟ پرونده توقفگاه؟ نقشه های آینده نفرانی که از پیشان هستی. اگر خواهی به معلومات تأمینت میکنم، نگاه و بینت میکنم، بعد خواهشمان را اجرا میکنی. مادامی که خودتان این کار را میدانید چرا خود اجرا نمیکنید؟ چرا من میکردم؟ ها؟ چرا من؟ زیرا تو نفری بهترینی هستی از میان انتخاب شدگان. ما دیدیم که تو با چی کارها قادری. من تنها عمل میکنم. در عکس یکی از وطن دوستداران است که باید به نزدیکی کشته شود و گناه را به سر دینداران بار میکنند. خودتان رفته پیشگیری کنید. با پروکورور و پلیس خودتان خبر دهید. این کارها با این اصول نمی شود. این را خودت خوب میدانی. راه دیگر نیست. حاضر تو باید ما را دستگیری کنی. اگر پیشنهادمان را قبول نداشته باشی اختیارت. احمق نامرد. این عملت بی جزا نمیماند. بینم
ҳолро бубин омаданам рӯ дуруст нашудасту яке медуздад дигаре гаравгон мегирад. мо ба ин одат кардем, ту ҳам одат мекунӣ. кани як дақиқа хомӯш шавед. номард, беҳаё. раъно дарё дорӣ бори маро дар утоқи нусхабардорӣ маҳкам карда будӣ. ҳама маро масхара мекарданд. ана акнун навбати ман. раънои бозингар, раънои масхарабоз. падари ин духтар агар шиносномаи пулро меовард ин корҳо намешуд. ман назди шумо намеомадам. ана акнун наораду бинад. ҳамин ки гирам дар ин ҷойҳо дигар маро намебинед. бе ин ҳам ин ҷойҳо ба дилам задааст. эй ту куҷо шудӣ мегӯям. гап зан. خدایا این کی بود؟ سلام علیکم. سلام. سلام سرکمیسر. سلام بچه‌ها. ҷураҷон чӣ кори фаврие доштӣ ки дар саҳари барвақт маро фарёд кардӣ? بیا با درون درایم دوستم. با تو یک گپی ضروری دارم. мақсадатро қариб ки фаҳмидам. رفتیم. دوستم به هر راهی که نباشد شخصیت این آدم را معلوم کن. ҷураҷон ёфтанам шарт нест. ман ин одамро мешиносам. خوش کی بود است این آدم؟ ин шахс раиси ноҳия аст. چگونه انسان است معلومات داری؟ ҷураҷон чаро дар ин саҳар аз чунин саволҳо оғоз кардӣ? кани гапзан чӣ кор дорӣ ба ин одам? اگر دانی گپ زن دوستم گپ زن خواهش میکنم. این بسیار مهم است. одами хуб аст, муваффақ аст, атрофиён эҳтиромаш доранд. дар интихоботи оянда низ муваффақ мегардад. گوش کن جورا جان، من هم به این اندازه معلومات داده میتوانم. ما فکر کردیم که تو مثل جیمز باند از همه چیز باخبری. جورا جان дар ноҳияи ин одам ришдору бериш, рӯймолпӯшу берӯмол ҳама ба мисли гул зиндагӣ мекунанд. чӣ хеле ки гуфтам, шахси дуруст ва адолатпеша аст. як вақтҳо он ҷо макони фитнаву фисқу фуҷур буд. полис ба маҳаллаҳо даромада наметавонист. ҳозир ними шаб метавонӣ ба ҳузур сайру гашт намоӣ. ба мардум муҳаббату инсонгариро омӯзондааст. яъне одами хуб аст. ба сару либос инсонҳоро ҷудо накарда баҳри мардум хизмат мекунад. курсҳо ташкил намуд, ҷойҳои корӣ ташкил кард. хулоси гап ошиқи миллат аст. ягон душмани дошта бошад аз гурӯҳҳои террористӣ ва ё ифротӣ. ҷо муаммо зиёд аст. ҷураҷон, ба чунин одамҳо ғайри шайтон ки душман мешавад? гӯш кун, ягон хабаре ба даст овардаӣ чӣ? не охир, ҷое ки ту бошӣ мо ҷасорат намекунем. охир ту джеймс бонд ҳастӣ ку. о мемду ин рафиқи дарбарат буда кист? ба егити мо хеле монанд аст. сардорам худи худаш аст. худоё худо, ё соати ман ақиб мондааст ва ё ҳоло ман хобам. сардорам интор нагӯед. андаке кор доштам, барои ҳамин омадам. туро ҳама вақт чунин дидан мехоҳам. медонӣ ки ин кори мо аз 8 то 5 нест. барори кор. барори кор. марҳамат раис. саломат бошед. салом алейкум раис. салом.
سلام محترم سردار. شما را مهمانی عالی قدر انتظار است. آقای آسیم کدام مهمان؟ پیش هم آمده بود، میشناسید. باز همان مسئله. با آن آدم ها کار نداریم. بهتر بود او را جواب میدادید. باز هم شما. سلامی آقا را آوردم. سلامی او را نمیخواهم. یک بار دیگر فکر کند گفت. و زمین در برابر سخاوتمندی چیزی نمیخواهد. برادر چند مراتبه گویم این ملت فروخته نمیشود. به خیر و سخاوت میل داشته باشد، رفته مکتب شاید بیمارخانه سازد، لیکن از نام خود، از حساب خود. محترم سردار، با ما چی خلال میرساند؟ پول رو گیریم، قرضی حکومت هم باشد، معلوم دستگیرمون میشود. انتخابات هم قریب آمده است، برای تبلیغات هم پول لازم میشود. شکر برای تبلیغات هم پول هم لازم نمیشود، اما برای این دیار لازم میشود. این آقاها هم به گفتشون سرمایه میگذارند، یعنی خریداری میکنند. آقا این سخن را شنود خفه میشود. گوش کنید، آن چیزی که آقای شما را غمگین میکند مردم اینجا را خرسند میگرداند. درد اصلی شما را خوب میدانم. از خرسندی این مردم شما غمگین میشوید. گیر سونکه پولت را برا و دیگر اینجا قدم نگذار. بس بودگیز چند بار شد می آیی؟ این مراتبه آخر بود. آقا هم چنین فکر دارد. مراتبه دیگر وقتی که اینجا آیم تو در کرسی نیستی. با اجازه شما. زود برا اجازت بود است. احمقی به حیا. فیفی درخواستم را اجرا کردی؟ بله سردار، تیاری خوب است. امر شما را انتظارم، بعد عمل میکنیم. آقا رئیس ناحیه پیشنهادتان را رد کرد. آخران آمدنت باشد گفت. به حرمتی کرد. شاید کبوتر تو از دست آمده را کردی، بگذار آخرینی خودش باشد. نوبت تو شد فیفی. رئیس امروز در کشادن کرسی حاضر می شود. مسئلهش را آنجا بین. اطاعت سردار. تو به این هم کارت را می دانی. باز دینداران کردن می گوییم، لیکن قاتل در یک دو مسجد نمایان شود، بر ضد رئیس یک دو سخن گوید، کمی باوری ناک شود. برای انتخابات در پیش ایستاده سهم خواهد شد. حتی دیگر نقشه هم دارم. کار که تمام شد بعد گپ میزنیم. فکرشون نکنید سردار. من پیشنهادی دارم. در جنازه سردار یک نمایش دیگری تشکیل میکنیم. گویا دموکراتیا شهید داد. خوب میشود. بعد میتینگ ها میشود. مردم هم در حال آماده باشند و با همین نامزدی دیگر در انتخابات غالب می آید. نامزد آماده است، اسمش آسیم، یاردمچی خود رئیس. بعد این ناحیه باز در دستمان می شود. آنجا حضور یکدیگر فهمی بوده است، اما سخنهای خالی. اگر این دیار را بمبگذاری نکنیم دموکراتیا پیش می رود و تناب دیار را از دست می دهیم. فهمیدی فیفی؟ چوپانها چوپانی خودشون را دانند. اجازت دهید رویم. به شما اجازت. مرحمت. شاید با خود همین رئیس صحبت کنم. یگید؟ و خیر است؟ چرا خاطر پریشانی؟ و چیزی غمگینی؟ نه بیا یک جا چای نوشیم، صحبت میکنیم. سردارم، کدامی از دردم را به شما بگویم؟ بیاید از پگاهی دلی شما را هم سیاه نکنم. با اجازت شما من از پی کارم میشوم. خدایا چی درد دارد، لیکن
صبر کنی معلوم می شود. چی میگویی؟ دهانت رو محکم کردم باز گوش میکنی که لقی. خوب شد که تیمور مرد و جانش از جاغی تو خلاص شد. این چیست؟ یا توبه این شیر ویران شده است. من تلفن میکنم. با دقت باش. التماس مرا با دقت گوش کنید. نفر ما را در خانه خودمان گروگان گرفته است. آرام باشید. من آرامم. مهم شما آرام باشید. ما وقت نداریم. از شعبه کمک به سردار نجیب و سرکمیسر یگید خبر دهید. در خانه رعنا توپل هستیم. فهمیدم. حاضر به آنها میرسونم. شخصی که ما را گروگان گرفته است خیلی نام دارد. زودتر شتاب کنید. آرام باشید خانم. حاضر به آنها میرسونم. چی کار کرده ایستاده ای؟ نمیماند که 2 دقیقه پشتم رو گردونم. دهانت رو که شد؟ مرا گوش کنی بسرم بلا شدی کو؟ یا خدایا شد دست و پایت بسته باشد هم باز کارت رو میکنی. انا همین طور. وای شکمم. مرحمت. ببخشید محترم رئیس همه جا هستند. از اینجا رفتند. به افتتاح مرکز چی لازم بود؟ من سرکمیسر یگید گندوزلب میخواستم با رئیس صحبت کنم. انا جانشین رئیس. میتوانید از اون کس ببخشید ممکن است از شما یک چیز پرسم؟ آقای یاسیم این کس سرکمیسر یگید از شعبه امنیت. مرحمت گوش میکنم. کدام مسئله؟ با رئیس 1-2 سوال داشتم. آیا کسی رئیس را در روزهای آخر تهدید نکرده بود؟ چه خیل تهدید برادر؟ از کجا این گپ رو برآوردید؟ من یک سوال مقرری دادم. چرا اینقدر عصبی میشه؟ اینجا ناحیه آرامترین به حساب میرود. التماس بیهوده ناآرام نکنید اینجا را. ما به مراسم افتتاح میرویم. مراسم افتتاح در کجاست؟ 2 محله پایان‌تر. تشکر. سلامت باشید. سردارم کار یهودی رو با آسانی از سر ساقط کردیم. شکر خدا میکنیم. اما تیار دیدن خوب است. آنها که به تنگ آمدند برای ترک دقت حتما نقشه دیگری خواهند کشید. از این مطمئنم. سردارم با همه اینها چه خیل موفق شدن میتوانیم؟ پروا نکن. با جناب مدیر واخوردم. یکشن کارمند نو هم اومه آید. درا سردارم پیام مخصوص با شما. حاجیل است. چی شد سردار؟ خبری ناخوش؟ خیر رعنای ملکه رو گروگان گرفته. از زود میبرایم. چی؟ Sevda düştü içimize. Her şey önce yüce vatan içindedir.
Yüreğimizle sevdik, bileğimizle yendik. Gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerde yandık. تلفن تو در کجاست؟ در سومکه؟ کنی یک با پدر جانت زنگ زنیم ها؟ دخترم در کجای چند روز شد کجا گم شدی؟ دادا جون تو رو یاد کردم چنان یاد کردم که اگر بینم بغیات میکنم لبای تو رو من میخورم چرا تو با این خیری خوشروی کاری خطا کردی؟ او رو کشتن خواستی ای بس آخیر اکنون عمرا را بوده است دادا جون کدام خیری؟ تو مالکم نیستی تو کیستی؟ چی شد؟ اینقدر زود فراموش کردی؟ کبوتر تو از من با آسانی خلاص نمیابی برای مرا فروختن از جواب میدهی با ملکه چی شد؟ او خوب است؟ آدم بر این گپ زن وگرنه میکشمت الو پدر من خوبم خبوتر نشوید اگر یک تاری مویش کم شود تو را میکشم میکشی؟ تو کبوترک تنها حشرات و پشه میکشی پول و شناسو رو تیار کن من دیرتر به تو زنگ میزنم وگرنه دخترکت را کشته پارچه پارچه به نزد روان میکنم فهمیدی احمق؟ این روزها کمی در تنگیم و پول عاجلا احتیاج دارم. PKK با سلاح فروش روز کار دارد. با راهی مخصوص دانستم. میگویم که من میان روی کرده همه را گیرم. در این کار پولی خوب است. با کلش کار مکن. خودش یک چند وقت در بینمان نمی شود. مایلش بازوا میخوریم. تو بازدید. خب آقای فروخ بعد گپ میزنیم. آقای فروخ التماس یاری دهید. کبوتر چی شده است؟ مثل گربه‌ای که دومش را زیر کردند فریاد میزنی. خیری ملکه را ربوده است. خیری ملکه را ربوده است؟ بله، اگر این حادثه واضح شود شرمنده دو عالم میشوم. خیری ملکه را ربوده است؟ به این مشت بچه نگاه کن. التماس یاری کنید. مبادا به دخترم ضرری رساند. نمیخوام از قرابت شما بر این انسان محروم شوم. خواطر مشو. آن احمق کاری کرده نمیتواند. آرام باش. اینجا بیا. دادا اینجا چی می شود؟ کورس میکشایم. ممکن تو طلبه شوی؟ می شوم. موسیقی هم هست؟ چرا نه پسرم؟ هست همش هست. بازی خلقی هست، خوشنویسی هست و غیره ها. چه صنعتی که داریم همش هست. بچه جونم تو خنک نخور. الو گوش میکنم. من برای اسلام و برای امارت زنگ میزنم. طبق دادگاه شورای شریعتی همون که به اسلام ضرر رسونده حکم قتلت برآمده است. تو مرا فهمیدی؟ برادر تو دیوانه ای چی؟ تو را برای الله میکشیم کافر احمق. تو معنای گپت را میفهمی؟ تو خود میدانی که حکم شخصی که دیگر را کافر میخواند چیست؟ گوش کن مرا. من اون نفرانی نیستم که از شما بهراسم. از شما هم ذره نمیترسم. خاموش است. همچون کافر میمیری. احمق. چی شد عزیزم؟ خاطرت نه پریشان یا شد؟ دیوان افزای تلفن کرد. بیایید رفتیم. می رویم. آفرین، خیلی زیبا بازی کردی.
аввал рафта дар масҷид худатро нишон деҳ баъд барои иҷрои фармон рав. пуламро медиҳед охир? медиҳем. ту дар даҳонат занҷабил мон то бӯи арақ наояд. дигараш осон. баъди ҳодиса ба ҷои вохӯрӣ биё, масъаларо ҳал мекунем. ин ҳодиса туро машҳур мекунад, ба болобудаҳо маъқул мешавад. кани туро як бинам, шарманда накун, туро бисёр таъриф кардам. парво макун, куштани ин аҳмақ ба ман завқ мебахшад. خوش آمدید. خوش باشد آقای آسیب. بخیر سردار؟ چرا تابتون خیره؟ нафаре занг зада ким чиҳо гуфт нафаҳмидем. سردار فکر نکنید در دنیا دیوانه کم نیست. پروا نکنید. بیایید کارمون رو بینیم. шояд полисро даъват кунем. نه چی لازم، پلیس رو با حالش گذارید. به این هم ناحیه رو با یک عذاب تازه کردیم. اگر پلیس آید باز همه خراب میگردد. آخر اخبار عامه هم آماده است. یکی از شبکه‌های تلویزیونی پخشی زنده میکند. نخواد چیزی با خیلی خرسند شدم. شنیدی عزیزم، تلویزیون برای پخش زنده تشریف آوردن. از این پس هم عملها دیده می شود. شنیدم از سمی زنگی تلفن خواتیرم باز یگان واقعه می شود. بیاید گذاریم. مرحمت. بچه ها خانه رو احاطه کنید، با دقت باشید. گاز این طرف، گاز این طرف. دوی شما اینجا مانید. دوی شما از پشت خانه گذارید. وای نجیب سردار، این از کجا دانست که ما اینجاییم؟ ممدو بیا آواز وارد میشویم. با دقت باش. مایلش سردارم. یگید خبر دارد؟ نه سردارم. اول وضعیت رو فهمیم، بعد به یگید خبر میدهیم. ای انا اکنون تمام محو شدی خیری. ای وای ای تبا. میدرویم. تو ببینید در درون چی گپ است. احمق‌ها، شما زنگ زدید ها؟ لیکن شما چه زنگ میزنید؟ شاید کبوتر زنگ زده باشد. لیکن او نمیدونست که اینجا هستیم. چی گپ شد ها؟ تو کنی تو اینجا بیا. ملکه کنی خیز راه گرد. ملکه راه گرد گفتم. زودتر. نزدیک نشوید. سردار با دقت باش. نزدیک نشوید، من میترسم. از ترس یکان کار میکنم. با خدا با یک تیر مغزی سری رعنا رو پاش میدهم. خیری رعنا رو سرده با تو میگویم. آرام باش خیری. التماس دیوانگی نکن. بیا با خوشی مسئله رو حل کنیم. محترم ساکنان ناحیه، برای افتتاح مرکز همه‌تان را خوش آمدید میگوییم. امروز برای شما باز یک کار خیلی در اینجا یگان چیزی شبه آور نیست؟ در آخر لایحه‌ای که چند وقت از پیش بودیم برای خدمت شما آماده شد. باور کنید خیلی در هیجانم، گفتن نمیتوانم. این مرکز برای جوانان ساخته شده است. باوری دارم که این آغاز برای متحد شوی نقش خواهد بازید. این انسان را به هیجان می آورد. اینجا مرکز علم و دانش است و بهر خدمت آماده شده است. لبای دوستان. جورا جان،
дар назди хонаи раъно ҳастем. хайри духтарҳоро гаравгон гирифтааст. خیر فهمیدم دوستم زود میآیم. انشالله در یک جایگی بسیار کارها را انجام خواهیم داد. صنعتکاران و مخبران با مردم صحبت کرده تبلیغات پیشروی ها را میکنند. خط کننده های مرکز سهم خودشان را میگذارند. از همه مهمش معنای اصلی وطن و دموکراسی را خواهند فهمید. ناحیه ما از همه آرام و آباد است، آبادتر خواهد شد. خیری این عملت خوب نیست. بهترش تسلیم شو. تسلیم شوم زندان میکنید. فکر میکنید که آنجا زنده میمونم؟ در درون آنها، در بیرون شما. ما با تو گفتیم که چونین خائنی کنی. ما گفتیم که خودت را فروشه. یک دقیقه ممدو. من دیگر در اینجا زندگی کرده نمیتوانم. به خارجه میگریزم. فکر میکنی در خارجه پلیس نیست؟ تو را دستگیر کرده روان میکنن. اگر خواهش رو اجرا نکنید میپرانم او را. میپرانم. به این همین را هم شبهرش رو چشمی دیدن. ریز خیری آرام شو. به همه مبارک شود. رئیس ممکن است یک رسم گیریم؟ محترم رئیس. رئیس رئیس شوهرم رو فرختم. پسرم رئیس پسرم رئیس 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 خدایا راه دهد یک طرف ایستد. ایستا میگویم. ایستا قاتلی ابله. ایستا. یاری تجلی رو جیغ زنید. یاری تجلی رو جیغ زنید. را سوزوندن خائن ها رسیل ها. نزدیک نشوید به خدا میپرانم. او را پرانده چیزی را از دست نمیدهم. به این هم محو شدم. خیری آرام باش. ممدو تو هم عقیب کرد. گفتم که محو شدم. با من کمی پول دهید خارج روان دیگر مرا نمیبینید. ایستا تاکسی. برادر چی خیلی احوالت خوب است؟ خاطر نشوید. من پلیس هستم. با تو چی شد؟ پلیس هستم. با شما یاری دهم. کجا گریخت؟ به این طرف گریخت. هیچ نمیفهمم. احوالت خوب است؟ خوبم آرام باشید. پسرکم به من کمک کنید. یاری تجلی را دعوت کنید. کم پیشتر در اینجا جنایت رخ داد. در همایش کشاده شده مرکز آموزشی رئیس ناحیه ابراهیم و پسر 6 سالش قربان شدند. جنایت از طرف ریشدار به وقوع آمد که نشانه از گروه دینداران است. گفته می شود که جنایتکار وقتی پراندن تصویر گرفته. بعد لحظه متخصصان تحلیل می کنند، زیرا این موضوع مهم بوده. عمل دینداران بودنش را اثبات می کنند.
احساسی رو به وجود می آورد. میدانستم که اونجا می روی. آنها را که کشت؟ برای افشا کردن این سیر باید به تو باوری داشته باشم. اما هستی یا نیستی؟ میدانم که دلت می سوزد. قاتلان رو می خواهی یابی. در خیالت آنها رو چندین بار کشته ای. بگو با ما هستی؟ در کجا وا میخوریم؟ نصف شب